سلام، وقتتون بخیر باشه. توی این ویدیو قراره بخش سوم کتاب How to Master CCNA رو با هم دیگه بررسی کنیم و بخش 3 مختص هست به OSI مدل. خب این یه توضیح خیلی مختصر و جامع و کوچولو فقط برای اینکه شما با OSI مدل چی هست و چرا ایجاد شده آشنا بشید هست. پس خیلی از جزئیات رو توش نمیگیم، یه سری چیزا رو ممکنه اسکیپ کنیم یا برای اینکه فهم بهتری داشته باشه شاید یه سری مثالایی بزنیم که توی دنیای واقعی درست نباشه، ولی صرفا برای کسی که با این حالا لایه آشنایی نداره و نمیدونه که مثلا لایه‌های OSI چی هست و چجوری باید مثلا اون رو تشخیص بده، تفکیک بده و بفهمش، گاهی اوقات نیازه که اول یه سری مثال‌ها زده بشه که طبق اون مثال‌ها مفهوم اولیه‌اش رو درک کنه و بعداً وقتی که شروع کرد روی هر لایه دیپ شدن و اون لایه رو کامل یاد گرفت میتونه حالا اون مثالای اشتباه رو بذاره کنار و روی خود مفهوم تمرکز کنه. مثالایی که میزنیم اشتباه نیست، ولی ممکنه که حالا اون چیزی که باید و اون مفهومی که باید رو نرسونه، ولی برای اینکه شما یه ذهنیتی داشته باشید خیلی لازمه. خب بریم سراغ بخش سوم The OSI مدل. خب من این بخششو کلمه به کلمه‌اش ترجمه نمی‌کنم که ببینیم چه جوریه. میام یه ماهیت حالا کلی رو میگم، چون که این با وجود اینکه این نسخه آپدیت شده ولی همچنان قدیمی هستش و یه سری چیزا شاید مثلا الان تغییر کرده باشه یا نیاز نباشه بدونیم. من یه ماهیت کلی از همین رو توضیح میدم. اومده در ارتباط با وسایل مدل صحبت کرده. این قبل از اینکه وسایل مدل اصلا ایجاد بشه، هر شرکتی، هر وندوری برای خودش اومده بود یه دونه زیرساختی بستر ارتباطی درست کرده بود واسه سیستم‌های خودش. نگاه کنید هم گفته که each vendor has its own property solution. مثلا فرض کنید اپل تاک یا اصلا مثالای اینجوری رو بزنیم که فرض کنید شرکت اپل اومده بود برای خودش یه وندور رو زیرساختی درست کرده بود که تمام سیستم‌های مکبوک مثلا به هم دیگه بتونن کانکشن داشته باشن و ارتباط شبکه‌ای داشته باشن. ویندوز اومده بود برای خودش جدا نوشته بود، لینوکس اومده بود برای خودش جدا نوشته بود و چالشش اینجا چی بود؟ این بود که اگر یه سیستم ویندوزی می‌خواست با یه سیستم مک یا لینوکس ارتباط برقرار کنه نمیتونست. چرا؟ چون زیرساختاشون اون زیرساخت ارتباطی شبکه‌شون با هم دیگه فرق داشت. مثل این میمون که من زبانم فارسی باشه بخوام با یه نفری که داره با زبان آلمانی صحبت میکنه ارتباط برقرار کنم، نه اون متوجه میشه من چی میگم و نه من متوجه میشم اون چی میگه، چون ما زبانهامون با هم دیگه فرق داره. خب این چالش ایجاد شده بود. ما داشتیم در مورد یه شبکه بزرگتر مثل اینترنت صحبت میکردیم و اگر هر کسی ساز خودش رو میزد چجوری ما میتونستیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ توی دنیای واقعی اومدن گفتن زبان انگلیسی بشه یه زبان بین‌المللی که همه بر بستر همون زبان با هم دیگه صحبت کنن. یعنی شما اگر برین یه کشور دیگه اکثرا زبان انگلیسی رو بلدن و شما میتونید با همون زبان انگلیسی با هم دیگه ارتباط برقرار کنید. دنیای کامپیوتر هم همین شد. یه سازمانی به اسم International Organization for Standardization یا همون ایزو اومد یه سری تحقیقات انجام داد، گفت ما یه زبان بین‌المللی منطقی ایجاد کنیم که همه برن روی اون مصدر که همه سیستم ها با سیستم عامل‌های مختلف، ویندوزهای مختلف، لینوکس و مک و حالا هر چیز دیگه اینا بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و با هم صحبت کنن. که سال 1984 اومد و پیشنهاد لایه‌های OSI رو داد که اگر نگاه کنید 7 لایه هستش و سازوکار دیتا از چیزی که ما داریم می‌بینیم، اطلاعات از چیزی که ما داریم می‌بینیم تا زمانی که بخواد بیاد روی کابل و ارسال بشه رو اومده واسمون گفته چه اتفاقی واسش میفته که لایه 7 تا 1 اپلیکیشن، پرزنتیشن سشن، ترانسپورت نتورک، دیتا لینک و فیزیکال. بعد اومده خودش حالا یه تریکی هم به انگلیسی داده برای اینکه بتونین 7 لایه رو هم از بالا به پایین و هم از پایین به بالا حفظ کنید. مهمه که بدونید دیتا از کجا به کجا میره و ترتیب لایه هایی که داره میگذرونه چی هستش. به خاطر همین مهمه که این لایه ها رو با شماره هاشون حفظ کنید، هم از بالا به پایین، یعنی هم از 7 به 1 هم از 1 به 7. تو اینترنت سرچ کنید هست تریکایی که برای اینکه بتونید اینو راحت‌تر حفظش کنید. اومده پایین‌تر یه توضیح خیلی کوچیکی هم در ارتباط با هر لایه داده. من میام خود لایه‌ها اینا رو توضیح میدم. مثلا لایه فیزیکال گفته پایین‌ترین و اولین لایه‌ای هستش که کامپیوتر باش کار داره.
با چی در ارتباطه؟ با سیگنال و امواج و غیره. چیه؟ ما اگر یادتون باشه یه دونه تو ویدیو قبلی من هنوز دارم پاورپوینتشو، کارت شبکه رو داشتیم نشون میدادیم. یه چیز قابل لمسه، یعنی من میتونم اون رو لمس کنم و میتونم ببینم. دیتا از طریق لایه فیزیکال که میشه همون کارت شبکه ما ارسال میشه، یعنی این کارت شبکه‌ای که اینجا میبینین اطلاعات میاد داخلش، این رو تبدیل به سیگنال یا امواج میکنه، حالا با توجه به نوعی که داره، مثلا میاد تبدیل به امواج وای فای میکنه، امواج وایرلسی که تو هوا منتشر میشن و ارسالشون میکنه. پس تنها لایه‌ای که برای ما پس تنها لایه‌ای که برای ما قابل لمس و دیدنه لایه فیزیکال هستش که همون کارت شبکه‌مون محسوب میشه و میاد اطلاعات رو تبدیل به سیگنال و امواج میکنه و تو بستر حالا ارتباطیش میتونه وایرلس باشه یا کابل ارسال کنه. لایه قبل‌ترش لایه دیتا لینک هستش که مهمه که تو این لایه بدونین مک آدرس زندگی میکنه. بعدا مک آدرس چیه و چه استفاده ازش میبریم و جلوتر میخونیم. یکی دیگه از کارهایی که این لایه انجام میده این هستش وقتی شما دیتا رو تو از طریق وای فای یا از طریق کابل ارسال میکنید، احتمال داره حالا بنا به دلایلی نویز روش ایجاد بشه، اعمال بشه و اون دیتا ارسالیتون خراب بشه. این لایه میتونه تشخیص بده اگر دیتا در دستخوش نویز شد، اون رو شناسایی کنه و حتی تا یه بخشی اون رو دوباره فیکسش کنه، درستش کنه. یعنی توانایی ارور دیتکشن و ارور کارکشن رو داره، یعنی ارور رو پیدا میکنه و تا یه حد خاصی هم درستش میکنه. مثلا تشخیص میده که اینجاش دچار نویز شده، دیتا این بوده و تبدیل به این شده، ولی از یه حدی بیشتر رو نمیتونه درستش کنه، فقط میتونه تشخیصش بده. پس 2 تا کار مهم هم بهش گفتیم، یکی مک آدرس اینجا زندگی میکنه که بعدا میفهمیم چیه و یکی همین که میتونه خطا رو تشخیص بده و تا حدی درستش کنه. لایه بعدی لایه 3 لایه نتورک هستش. توی این لایه آی پی آدرس ها میشینه. از اسمش مشخصه، آدرسه. آی پی آدرس یا همون نشانی منطقی یا همون مثل آدرس خونه میمونه. اینکه من کجا زندگی میکنم، من یه آدرسی دارم دیگه، مثلا من تهران زندگی میکنم، خیابان مثلا امام خمینی زندگی میکنم، کوچه مثلا امام خمینی زندگی میکنم، پلاک 5، حالا هر چیزی یه آدرسه. شما ممکنه مثلا تو میدون ولیعصر، خیابان نمیدونم جمهوری، انت نزدیک نیستن، نمیدونم چرا اینجوری آدرس دادم، ولی یه جای زندگی میکنین دیگه. اون آدرسی که محل زندگیتون رو نشون میده همون آی پی آدرسی که توی سیستم شبکه هم همینجور رفتار میکنه. لایه بعدی لایه ترانسپورت هستش که کارش انتقال اطلاعات بین کامپیوترها هست که 2 تا پروتکل مهم اینجا زندگی میکنه، TCP و UDP. TCP مثل این میمونه که من تلفن رو بردارم با یکی صحبت کنم، میگم سلام، میگه سلام، یعنی همزمان با هم دیگه صحبت میکنیم، من میگم اون جواب میده، اون میگه من جواب میدم، یعنی با هم در تعاملیم. و اگر چیزی من مثلا بگم که فلان کارو کردی اون متوجه نشه، میگه من نفهمیدم چی گفتی، یه بار دیگه تکرارش کن و من دوباره تکرارش میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر من چیزی رو برای شما بفرستم و به دستتون نرسه، دوباره به من میگی و من همون دقیقه براتون میفرستم، باز نرسه انقدر من اون فایل رو مدام میفرستم تا بالاخره به دستتون برسه و شما به من تایید بدید. UDP چیه؟ UDP هم تو همین لایه زندگی میکنه. اون مثلا پست میمونه، من یه چیزی پست کردم برای شما فرستادم، رسید نرسید دیگه به من ربطی نداره. این 2 تا پروتکل توی ترانسپورت زندگی میکنم و خیلی هم برای ما این لایه اهمیت داره. لایه بعدی لایه سشن هستش که مثل یه منشی رفتار میکنه، یعنی میاد یه ارتباطی با اون مقصدی که شما میخواین باش ارتباط برقرار کنین برقرار میکنه. فرض کنید 2 تا مدیر میخوان با همدیگه ملاقات داشته باشن، چه اتفاقی میفته؟ منشیاشون اول زنگ میزنن با همدیگه فیکس میکنن. منشی مدیر اول زنگ میزنه به منشی مدیر دوم و میگه که برای فلان ساعت تایم ملاقات داری؟ منشی مدیر دوم میگه که مثلا بله دارم، هماهنگی رو انجام میدن و اینکه ارتباط برقرار بشه و در نهایت هم وقتی که ارتباط تمام شه منشی هم میان ارتباط رو قطع میکنن. میگم اینا رو همه رو جلوتر در موردشون میخونید و متوجه میشید که توی دنیای اینترنت چجوری هستش. لایه 6 پرزنتیشن هستش که خیلی کار بزرگی واسه ما انجام میده. ببین ما همه چیز رو داریم میبینیم، هیومن ریدبله، یعنی مثلا من میتونم PDF رو ببینم، این نوشته ها رو ببینم، توی گوگل سرچ انجام بدم، ولی
توی کارت شبکه داره امواج سیگنال 0 و 1 ارسال میشه. چجوری اینا رو باید به هم تبدیل کنیم؟ اینجاستش که کار پرزنتیشن شروع میشه. این لایه میاد چیکار میکنه؟ اطلاعاتی که ما داریم میبینیم رو تبدیل میکنه به 0 و 1، انکد میکنه، دیکود میکنه. 0 و 1 رو تبدیل میکنه به حروف قابل دیدن، حروف قابل دیدن تبدیل میکنه به 0 و 1. اگر نیاز باشه اینا رو با هم دیگه فشرده میکنه، نیاز باشه حتی رمزنگاری میکنه که مثلا شخص نامطمئن نتونه این دیتا رو ببینه. خیلی کار خوبی برای ما انجام میده. و در نهایت لایه 7 اپلیکیشن هستش که این لایه کارش چیه؟ مثل همین مرورگر ماست. گوگل رو باز میکنیم، سرچ میکنیم، ما میبینیم پروتکلایی که اینجاست قابل دیدنه. شما ایمیلتون رو چک میکنید، ایمیل ارسال میکنید، وبسایت میبینید، دانلود میکنید. همه اینها توی لایه اپلیکیشن انجام میشه. اینجا اومده همون خیلی توضیحاتی که من دادم و خیلی کوتاه بهتون گفته که هر کدوم چی کار میکنه. بعد اینکه دوباره یه دونه ترفند داده که لایه ها رو برعکس هم بتونید حفظ کنید و مهمه که اینا رو حتما بلد باشین. بعد اومده یه مثال جاری از زندگی زده. اینکه شما تو حالت عادی مثلا ممکنه که این رو توی زندگیتون تجربه کنید و مثال زده، ولی قبلش اومده یه نکته خیلی مهمی رو گفته که حواستون باشه شما نمیتونید هیچ کدوم از این لایه ها رو اسکیپ کنید، بپرید. مثلا نمیتونید از لایه اپلیکیشن یهو بپرید روی نتورک لایر. حتما باید از اپلیکیشن بیاین تو پرزنتیشن، بعد بیاین توی سشن، بعد بیاین تو ترانسپورت و بعد تازه برسید به نتورک لایر. یعنی این خیلی مهمه که بدونین که اینا حتما باید از هم رد بشن. یعنی نمیتونید یه لایه رو رد کنید و از روش بپرید، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، فرقی نداره. مثالی هم که زده مثال این هستش، میگه فرض کنید شما توی خونه نشستید و یه مرورگر دارید و یه چیزی رو سرچ کردید و برای خودتون باز کردید. این دارین توی لایه 7 کار میکنید و خب ایمیلاتون رو دارین چک میکنین، پیاماتون رو دارین چک میکنین، دارین میبینین پروتکلای این لایه رو استفاده میکنین. مثلا دارین توی گوگل سرچ میکنین، پس از پروتکل HTTP دارین استفاده میکنین و کلا همه این کاری که دارین انجام میدین توی لایه 7 انجام میشه. حالا این درخواستی که شما مثلا اومدین و مرورگرتون رو باز کردین و یه سایتی مثل سایت دیجیکالا رو باز کردین، میگه خب اون سایتی که درخواستشو دادید اپلیکیشنه با درخواست HTTPه. تو مرحله بعدی قبل از اینکه سایت براتون باز بشه، یعنی شما درخواست دادین که سایت دیجیکالا براتون باز شه، میاره توی لایه پرزنتیشن. درخواست شما اول تبدیل به 0 و 1 میشه، فشرده میشه، نیاز باشه رمزنگاری میشه، بعد میاد تو لایه بعدی سشن. حالا از سیستم ما به سیستم دیجیکالا یا سرور دیجیکالا یه درخواست میره، میگه که من میخوام با شما یه ارتباط داشته باشم، به اون ارتباط میگن سشن. میخوام با شما یه سشن برقرار کنم. دیجیکالا اگر تایید بده سشن ما یعنی ارتباط ما با ارتباط دیجیکالا برقرار میشه. بعد میگه میاد تو لایه پایین، میاد میگه که حالا انتخاب میکنه ارتباط ما TCP باشه یا UDP. TCP همونی بود که گفتیم اگر مثلا یه فایلی رو داریم میگیریم، فایل خراب باشه انقدر میفرسته تا درستش رو بگیریم. UDP هم همون پسته بود که گفتیم ارسال میکنه، براش مهم نیست برسه یا نرسه. که توی حالا ساختار وب وقتی که شما درخواست HTTP میدین به صورت TCP کانکشن برقرار میشه. پس میاد توی لایه 4 میگه ارتباط ما ریلایبله، مطمئنه، یعنی اینکه من مطمئنم چیزی رو از دست نمیدم. پس میاد حالا TCP هم برقرار میشه. میاد توی لایه پایین‌تر، حالا میگه آدرس ها چجوریه، من چجوری اصلا برم سرور دیجیکالا رو پیدا کنم. هنوز درخواست نرسیده به دیجیکالا ها، اینا داره پروسه هاش میره که بخواد درخواست انجام بشه. میگه این سشن و ارتباطاتی که من میخوام انجام بدم به صورت TCP کجا باید بره. اینجاست که آدرس دیجیکالا رو پیدا میکنه سیستمتون. حالا با توجه به ترفندهای مختلف و از طریق DNS و هر چیز دیگه واردش نمیشیم، آدرس IP اون حالا سرور پیدا میشه و در نهایت مک آدرس حالا مودمتون جایگذاری میشه و در نهایت میاد توی لایه 7 یا لایه فیزیکال دیتاتون تبدیل به سیگنال میشه، به سمت سرور دیجیکالا ارسال میشه. حالا این اطلاعاتی که ما الان همه رو گفتیم رسید دست دیجیکالا، چه اتفاقی میفته؟ به خاطر این میگم که باید لایه رو حتما حفظ باشید، هم از 7 به 1 هم 1 به 7. ما تا الان می‌خواستیم درخواست رو برای دیجیکالا بفرستیم 7 به 1 بودیم، از اپلیکیشن رسیدیم به فیزیکال و در نهایت سیگنال رادیویی رو ارسال کردیم سمت مودممون. حالا دیجیکالا از مودمش میاد درخواست ما رو میگیره،
اول به صورت سیگناله میاد تو لایه فیزیکال. سیگناله از لایه فیزیکال تبدیل میشه به اون دیتایی که 0 و 1 و برای کامپیوتر قابل خوندن باشه، میفرستش به مک آدرسمون، میفرستش به لایه 2 دیتا لینکمون که مک آدرس اونجا میشینه. از دیتا لینک میاد تو نتورک آی پی چک میشه، از نتورک میاد توی ترانسپورت تی سی پی برقرار میشه، از ترانسپورت میاد تو سشن برقرار میشه، از سشن میاد توی پرزنتیشن این انکد میشه، کامپرسش از بین میره، فشرده سازیش از بین میره، اگر رمزنگاری شده بود اینکریپت شده بود دیکریپت میشه، از حالت رمزنگاری خارج میشه و بعد در نهایت تبدیل میشه به یه چیز هیومن ریدبل و چیزی که شما میبینید میرسه لای اپلیکیشن و بالاخره دیجیکالا درخواست شما رو گرفته. حالا اونم میخواد به شما پاسخ بده، دوباره همین روند رو برعکسش رو طی میکنه، از اپلیکیشن میاد تا فیزیکال و وقتی به سیستم شما میرسه از فیزیکال میاد تا اپلیکیشن و شما صفحه دیجیکالا رو تازه میبینید. این پروسه‌ای هستش که لایه OSI برای ما چک میکنه. کلا این بخش، این تیکه داره همین رو کلا به ما توضیح میده، به روش‌های مختلف فقط داره مثال میزنه. اینجا دوباره یه مثال دیگه اومده زده برای نوشتن نامه است. میگه وقتی شما میخواین برای یکی نامه رو بنویسین، کاغذ برمی‌دارید، نامه رو مینویسید، میذارینش تو پاکت نامه، روش اسم فرستنده و گیرنده رو میذارید، آدرس رو میزنید، اون فرستنده و گیرنده میشه مک آدرسه تقریبا. اسمش چیه؟ آدرس رو مینویسید که میشه همون آی پیه، میندازینش تو صندوق پست که ما میدیمش به روته. از اون ور گیرنده وقتی که دریافتش میکنه، اول در پاکت رو باز میکنه، اول چک میکنه که ببینه اصلا نامه مال خودش هست یا نه. مال خودش بود، در پاکت رو باز میکنه، نامه رو در میاره، باز میکنه، میخونه و در نهایت به شما جواب میده. دقیقاً این هم پروسش مثل همون لایه‌های OSI. فقط یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشین، وقتی که شما از لایه 7 به لایه 1 میاید، یعنی از اپلیکیشن میاین پرزنتیشن، میاین سشن، میاین ترانسپورت، بعد میاین روی نتورک، دیتا لینک و فیزیکال، من مدام دارم تکرار میکنم که اینا رو یادتون باشه. این پروسه 7 به 1 میشه انکپسولیشن و پروسه برعکسش فیزیکال، دیتا لینک، نتورک، ترانسپورت، سشن، پرزنتیشن و اپلیکیشن میشه انکپسولیشن. پس اسمشون هم بدونین 7 به 1، ببخشید دیکپسولیشن اشتباه گفتم، 7 به 1 میشه انکپسولیشن، 1 به 7 میشه دیکپسولیشن. این دوتا اصطلاح هم حتما یاد بگیرید. و در نهایت هم که اومده گفته که ما دیتامون وقتی که میخواد ارسال بشه کوچولو کوچولو میشه، یه چیز بزرگی نمیتونه ارسال بشه. توی هر لایه که میاد یه سری اتفاقات واسش میفته. به خاطر همین اون تیکه دیتایی که توی هر لایه قرار میگیره بهش میگن PDU یا پروتکل دیتا یونیت. این پروتکل دیتا یونیت تو هر لایه یه اسم خاص مربوط به خودشو داره که اومده 3 تاشو گفته توی لایه ترانسپورت بهش میگن TCP سگمنت، توی لایه نتورک میگن IP پکت و توی لایه دیتا لینک میگن ایترنت فریم. یعنی اسمشون هم بدون، یه موقع مثلا میگن پکت TCP اومده، مثلا پکت IP اومده، ببخشید فریم ایترنت اومده، یا مثلا یه حالا البته TCP رو سگمنتشون اینجوری نمیگن، یه حالا یه پکت TCP من شنیدم، این تیکشو باید برم چک کنم خودم، ولی چیزی که رایجه معمولا میگن IP پکت، ایترنت فریم یا فریم لایه 2، پکت لایه 3، اینا خیلی رایجه و در آینده زیاد میشن. من حالا سگمنت TCP نشنیدم ولی خب بدونید بد نیستش، یعنی اونجوری عام نیستش که زیاد بخواد تکرار بشه. و در نهایت این بود از OSI لایر. اما ما تو دنیای واقعی از OSI استفاده نمی‌کنیم. ببین OSI رو وقتی که اومد اون سازمان استانداردی OSI ایزو چی بود مخففش؟ بریم دقیقاً روش بگیم. International Organization for Standardization. وقتی که ایزو اومد OSI رو منتشر کرد، یه شرکت دیگه هم اومد یه خورده زودتر از اون یه چیزی حالا ارائه داد به اسم TCP/IP. این که چی شد، چرا TCP/IP اومده، اینا تاریخچه است، برید خودتون بخونید. TCP/IP تقریبا میشه گفت همون OSIه با یه خورده تفاوت‌ها. چجوریه؟ نگاه کنین. اومده اپلیکیشن، پرزنتیشن و سشن رو کلا با هم تجمیع کرده، یه لایه کرده به اسم اپلیکیشن.
یعنی اون تعدد چیز رو برداشته. ترانسپورت اسمش عوض شد، ترانسپورت که ترانسپورت لایه نتورک شده اینترنت، کارش همونه ها، همه چیش همونه، فقط اسمش عوض شده و در نهایت نتورک اکسس گذاشته. این TCP/IP ورژن قدیمیمون هستش. توی ورژن جدید این نتورک هم اومده جدا شده از هم، شده دیتا لینک و فیزیکال، یعنی عملا میشه گفت همه چیش با OSI یکیه به جز اپلیکیشنش که سه تا لایه اول با هم دیگه ترکیب شده. بذارین من بیارمش. TCP/IP مدل جدید نه این هم قدیمیه. اینجا گفته لایه هایی که ادغام شده، سه تا لایه ادغام شده بالا همینه، اینا کامل نظیر به نظیره و تو TCP/IP جدید این دوتا هم از هم جدا شدن. فقط چرا من تصویرشو پیدا نمی کنم. مدل نیو ورژن، آها آپدیتش. ببینید این OSI مدله، این TCP/IP اورجیناله. بذارینم بازش میکنه که بیاد وسط صفحه. خب ببینید این OSI مدله که همون 7 لایه است. TCP/IP اورجیناله. ببین همه چیشون شبیه همه ها، فقط شرکتش فرق میکنه و این که همه سازمان ها شرکت ها اومدن روی TCP/IP اورجینال. البته اورجینال که نه، آپدیت فرق نمیکنه چون عملا یکیه. اون نسخه اولی TCP/IP دیتا لینک و فیزیکال کلا با هم ادغام شده بود و یه دونه لینک اینجا حالا به اسم فیزیکال تشکیل داده بود. فیزیکال نبود، چی بود؟ نتورک اکسس تشکیل داده بود. بعد اومدن آپدیتش کردن چون این لایه دیدن خیلی این دوتا با هم دیگه اختلاف دارن و یه سری وظایف دارن. بالاخره اومد آپدیت داد و این دوتا رو هم از هم جدا کرد. یعنی عملاً OSI مدل و TCP/IP یکیان، تمام لایه‌هاش، فقط اسمشون فرق میکنه و اینکه سه تا لایه اول OSI مدل ادغام شده و تو TCP/IP آپدیت یکی شده. حتی نگاه کنید تو نسخه آپدیت شده اسمش هم اومده یکی کرده برای اینکه کاربرا اشتباه نکنن، چون در صورت OSI مدل یه رفرنسه و هر کسی که میخواد اون روند حرکت دیتا رو یاد بگیره میاد میره OSI رو یاد میگیره و توی اون نسخه اورجینال TCP/IP اینا اسمش خورده فرق داشت و باعث میشد که اون شخصی که داره میخونه گیج میشه. مثلا تو نسخه آپدیت شده حتی اسمش هم با OSI یکی کردن، یعنی عملا هیچ تفاوتی بین این دوتا وجود نداره. اینجا هم که همین رو گفته، اومده مقایسه نظیر به نظیر کرده و در نهایت اومده توی وایرشارک اینا رو تحلیل کرده. اول اینکه نرم افزار وایرشارک چیه؟ نرم افزار وایرشارک نرم افزاری که میاد توی کارت شبکه شما اون دیتایی که داره وارد یا خارج میشه رو آنالیز میکنه. تمام اطلاعاتی که وارد و خارج میشه توی کارت شبکه سیستم خودتون رو آنالیز میکنه و شما میتونید جزئیاتی که داره رد و بدل میشه رو ببینید. اینجا اومده خودش با نرم افزار وایرشارک مثلا یه مرورگری رو باز کرده و میخواد لایه ها رو به شما نشون بده. ببینید اینجا رو، ببینید TCP، من این رو زوم کنم نگاه کنید کانکشن های TCP HTTP سورس IP دستینیشن IP این تو لایه نتورک داره مشخص میشه. با هم دیگه دارن صحبت میکنن. مثلا نگاه کنید سینک اینا رو همه جلوتر یاد میگیرید. یا اومده اینجا مثلا داره بهتون دستینیشن و سورس و پروتکل اینا رو نشون میده که شما ببینید. من این بخش اسکیپ میکنم، زیاد در موردش صحبت نمیکنم. چرا؟ چون به خاطر اینکه شما اصلا متوجه نمیشید اینو چیه و این میتونه براتون گیج کننده باشه. هنوز با لایه‌ها آشنا نیستید، کاراشون رو نمیدونید، بعد یه دفعه بیاین تحلیلش رو ببینید، برای خود من هم سنگین میشه. به خاطر همین من این تیکه رو توضیح نمیدم. اگر دوست داشتین خودتون از توی کتاب اصلیش بخونید یا اینکه ویدیوهای وایرشارک و توضیحات وایرشارک و اینا رو نگاه کنید، چون توی بخش بعدی ادامه تر اگر نگاه کنید اومده هر لایه رو شروع کرده توضیح دادن که کارش چیه، چیکار میکنه و چیکار نمیکنه. و بعد از اینکه این لایه ها رو ما چک کردیم
بریم سراغ وایرشاک خیلی بهتر متوجه میشیم که چی داره بهمون میگه. اگر الان بریم متوجه نمیشیم. سر همین من این تیکر رو اسکیپ میکنم. حالا امیدوارم یادم نره که بعد از لایه‌های OSI یه ویدیو واسه وایرشاک ضبط کنم و اینو بهتون نشون بدم. ولی الان فعلا ما این تیکر رو کاری نداریم. اگر دوست داشتید میتونید خودتون مطالعه کنید. این تا اینجا لایه‌های OSI، مدل OSI که خیلی مهمه و بسیار توی ترابل شوت و رفع به شبکه نیاز دارید که این لایه‌ها رو بشناسید و اگر این لایه‌ها رو نشناسید بعداً به چالش می‌خورین. انتظار اینم نداشته باشید که در جا مثلا با یه بار خوندن، با یه بار دیدن ویدیو یا هر چیز دیگه این رو یاد بگیرین. یه چیزیه که پروسه زمانبریه. من خودم به شخصه چند سال طول کشید تا تونستم لایه‌های OSI رو روش کامل مسلط بشم. بستگی به هوش و حالا اون دیتاهایی که دارید میخونید داره، ولی من تو چندین زمان مختلف، چندین آموزش مختلف، چندین داکیومنت مختلف رو خوندم و به مرور تونستم روی OSI تا حدی مسلط. هنوز هم که هنوز میتونم بگم که مسلط نیستم، ولی چیزیه که زمان میخواد و به خودتون زمان بدین و فشار نیارین که حتما تو لحظه رو همش مسلط شید و بفهمید چه جوریه. اینکه درکش کنید و روندش رو بتونید تحلیل کنید خیلی رو درک و یادگیری حالا OSI بهتون کمک میکنه، ولی به خودتون فشار نیارید. این یه پروسه زمان بره و نیاز به تکرار و تمرین داره. یعنی شما نیاز دارید تو بازه‌های مختلف مدام این رو بخونید، تحلیل کنید تا کامل روش مسلط بشین. امیدوارم که ویدیو مناسبتون بوده باشه و بتونید ازش استفاده ببرید. ممنونم که با ما همراه هستید. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.